سرآغاز سخن حرف قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. عرض ادب دارم خدمت جلالتمآب محترم رئیس صاحب دولت، خانم محترمشان وزیر صاحب امور زنا، وکیل صاحبا، خانم ها، مادران و خواهران عزیز. اجازه بدین که به نمایندگی از حاضرین مجلس و به نمایندگی از خانم ها و مادرها خواهران رنجیده افغانستان عید سید قربان خدمت رئیس صاحب دولت، خانم محترمشان، همکارای عزیزشان و دستاندرکارانی که این محفل ترتیب دادن عید قربان برشان تبریک و تهنیت عرض بکنم. بر ما خانم‌ها جای بسیار خوشی هست و فکر میکنم بر خود ما مرتبه اول است که بر روز عید رئیس صاحب دولت وقت پیدا میکنن که دست نوازش بالای خانم ها میکشن، خانم هایی که تشنه لحظه محبت و نوازش هستند. ما بسیار زیاد خوش هستم و خوشی میکنم از رئیس صاحب دولت که اینا قشر عظیم جامعه را تحت نوازش گرفتن و اینا را به حضور پذیرفتن به این روز مبارک و به این روز خجسته. جا داره که ما از رئیس صاحب دولت تشکری بکنم و اظهار سپاس و قدردانی بکنم. خداوند شما را صحت کامل نصیب بکنه تا هر وقت دست نوازش بالای از این قشر مظلوم داشته باشین. تشکر، اظهار سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالتمآب رئیس جمهور، به اجازه شما جلالتمآب بانوی اول، خوشحال هستم که امروز به صفت نماینده زنان افغانستان برای شما جلالتمآب رئیس جمهور عید سعید اضحی را برای بانوی اول همچنان تبریک و تهنیت میگم و به نمایندگی از زنان افغانستان، به نمایندگی از خواهرایی که در اینجا حضور دارند عید سعید اضحی را برای شما از صمیم قلب تبریک میگم. همین قسمی که جلالتمآب رئیس جمهور خودتان گفتین که ما واقعا مشکلات را پشت سر گذاشتیم. البته در 14 سال زنان افغانستان مشکلات زیادی را سپری کردند. در آینده زنان افغانستان امیدوار هستند. ما با خود جامعه جهانی را داریم. انشالله خواست خداوند باشه به حمایت شما جلالتمآب رئیس جمهور ما زنان افغانستان برنامه‌های خوبی را در آینده تطبیق میکنیم، به خاطر که در پلان 100 روز خود ما دستاوردهای قوی را داریم و به حمایت شما البته ما موفق به در میاییم و سرفرازی و سربلندی شما را در قسمت خواهان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، خواهرای ما، رقم که گفتم ما بسیار خوش هستم که شما همینجا هستین و خوش هستم که شما یک رقم اتحادیه شدین که با یک صدا گپ میزنیم. این بسیار مهم است از خاطر که هنوز کار زیاد مانده. شما میفهمین، شما دسته ها هستین، میفهمین که مشکلات جامعه افغانستان داره و ما باید کل ما سر از این مشکلات کار کنیم که حل پیدا کنیم، راه حل پیدا کنیم. رقم که گفتم در نمی کلمه که سخن گفتم در اول، دو تا برنامه بسیار مهم برای ما قبول کردم که کمک کنم. یکی سوادآموزی و یکی مبارزه علیه مواد مخدر. شما میفهمین که او دو تا موضوع بسیار مهم هستند و که اگر میتونیم یک را پیدا کنیم که این وضع خوبتر شود، جامعه ما بسیار پیشرفت میره. من میفهمم که شما همراه ما هستین. شما بسیار مهربانی کردین طرفای ما از وقتی که بانوی اول شدم و که هیچ چیز نمیفهمیدم. مرا
یاد دادین و مرا معلومات دادین و از او بسیار تشکری دارم و در نمی روز عید بسیار خوش هستم که امرایتون هستم که امی عید مبارک یک جای تیر کنیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبرای حرکات اتحادیه زنان، خواهران عزیز، جناب دکتر سپسیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نماینده پارلمان افغانستان، جناب وزیر صاحب، خانم اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت براتون تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز خوشی است و عید سید قربانه به همه تبریک میگم. اولین روزه بود دیروز که ما از اردوی ملی شهید نداشتیم. و همچنین تا آخری لحظه معلومات ما از عربستان آجای افغان به فضل خداوند تا دیروز شام در خطر نبود. 15 نفر پیدا میکردیم اما ترتیبات گرفته شده بود. آجای افغان در خط آهن رفته بودن، نه به پای. من روی وزیر صاحب شخصا صحبت کردم و از پیش خواهش کردم که به تلویزیون مصاحبه کنه و امید است موجب یقین شده باشه. زیاده از 24,000 زن و مرد افغان امسال حج فرضی را انجام دادن. همه 5 روز پیش از تاریخ مشخص رسیدن و امید از این داریم که همه انشاءالله تعالی به خیر و عافیت دوباره بگردن. په لومړي قدم کې زه غواړم د ټول نه مننه وکړم. مننه مې په دا ده چې ځینې لکه د مدیره صاحب د مریم مکتب او نور چې په علمي ساحه کې وایي سختترین شرایطو باندې تاسې د افغانستان بچی په عام صورت باندې او جلۍ د خاص په توګه باندې علم و محبت و ملی وحدت ته استولید. من از صمیم قلب از هر کدام به شما ابراز امتنان میکنم. کوششایتان مخصوصا در زمانی که تعلیم و تربیه در دوره تاریک طالبان منع بود موجب افتخار و امید همه افغان ها بود. زنای افغان تشویش دارد و میخوایم برتان به وضاحت اطمینان بدم که حقوق و وجایب که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان مطرح شده به هیچ شکل قابل معامله نیست. نقطه بنیادی امید است که وعده های اول را که من در قسمت مشارکت سیاسی زنا داده باشم انجام داده باشم. 4 روز کابینه آمد، اولین عضو استر محکمه پیشنهاد شد و گلیم از زنایی که در پارلمان است حد ندارم. واقعا گلمند است. وقتی که میایین از حقوق زنا گپ میزنین، وقتی که وقت رای میه حضور داشته نمی باشین. تکرار نکنین. لطفاً اتحاد کامل در این بخش داشته باشین. نه شما رو دادین، از شما خود منتظر هستم، از دیگاه از برادر و باز خواهرام رای نداد. یعنی عرض میسته که به 8 رای ما 34 قاضی مرافع تمام ولایت دیدم. این نیست که من یک زن سرمردا از خاطر زن بودنش ترجیح دادم. قاضی صاحب رسولی به هر میار از بهترین مغزای حقوقی کشور است و موجب افتخار ماست. ضرور است که در آینده حرف عزیز زده نشه که زن از خاطر زن بودن انتخاب میشه. زن از خاطر شخصیت والای خود انتخاب میشه. و از جناب قاضی صاحب که کار زیاد کردن، هم وکیل هستن و همه درخواست دارم که کمک کنم. اما نکته دومی است که همراه جناب علیم صاحب صحبت کردیم. تغییر در موقعیت زنها
در محاکم به صورت اساسی انشاءالله تعالی صورت میگیره. اینا مرا اطمینان دادن که زنای بسیار با کفایت در محاکم وجود دارن که در حاشیه بودن و ضرورت عزیز که اینا در متن سیستم عدلی و قضایی ما بیان. ما زیاده از 249 قاضی زن داریم. ایران یک قاضی زن نداره و کافی نیست، باید زیادتر شه. مشکل بنیادی ما است که قضات زن ما به اطراف نمیره. از این خاطر خواهش من از تمام کمیسیون ها، خصوصا کمیسیون بشر و جناب قاضی صاحب و دیگر اعضای محترم شورای ملی است که شرایط ولایت مخصوصا شهرهای عمده ما را مطالعه کنین و با پیشنهادهای خاص بید، چون بدون حضور از اینا این مشکل است. اما مشکلات باید به صورت اساسی حل کنیم. امروز بدبختانه بهترین تحصیل یافتای ما که بسشان در ولایت است، در کابل خدمتی هستند، وارده و صادره میکنن. این شیوه استفاده از بهترین مغزای زن نیست. قسمت دوم معلوم دار من سر موینیت ها و تصمیم قاطع ما است که تعداد خانم ها در موینیت ها باید زیاد شد. وضع فعلی مورد قبول من نیست. و قسم خبر دارین تمام پستای موینیت ها رو ما شخصا امرشان به مرحله آخر که میرسن، 5 یا 6 نفر که به مرحله آخر میرسن، ما امرشان مصاحبه میکنم و هدایت ما به تمام وزارت هایی است که باید کاندیدای زن داشته باشه. این ضرور است از خاطر که تا حضور نباشه نمایندگی به صورت درست صورت نمیگیره. نقاط بنیادی دیگه معلوم دار سر تعلیم و تربیت است، سر ایجاد شرایط است. در اتحادیه اروپا من یک تعداد بورسای خاص پیدا کردم که خانمایی که مدیریت و زعامت آینده مورد نظرشان است باید عملاً کار کنن. اینه که کورسای 2 روزه را ببینن یا 5 روزه را یا سفرهای دیگه باشه. بدبختانه در انتخاب مشکلات نهایت زیاد و امید من از همه است که از واسطه و وسیله لطفاً صرف نظر کنید. این شیوه نیست که آینده حقوق تعیین کنه. باید معیارهای شفاف وجود داشته باشه، باید معیارهای اصولی وجود داشته باشه. تقاضای من از همه شما به حیث رهبرای این جامعه، به حیث افراد پیشتاز از این جامعه است که سر معیارها امرای کار کنید تا معیارهایی باشه که همه افغان‌ها خود دو شامل ببینن. ترجیح مثبت ضرور است، اما معیارها باید به شکل باشه که در آینده مقابل از این اساسیت‌های خاصی ایجاد نشه. اما بدون ترجیح مثبت ما پیشرفت نمی‌کنیم. منتها معیارهای کارکنی، مدیریت تو اینا بحث را که انجام دادیم ایست که ما ضرورت حاضر می‌بینم. همراه 4 سفیر زنی که از خارج وجود دارن یک صحبت طولانی داشتیم. ما ضرورت یک کورس 6 ماهه رهبری را می‌بینم که به صورت اساسی با معیارهای بسیار واضح ما سر مدیریت و زعامت فکر کنیم، نه اینکه کی کورسای کامپیوتر یاد میگیره یا کی انگلیسی را یاد میگیره. اینا پیشرتاست بسیار با آسانی عمل شده میدونه. نقطه آخر خدمتتان میگم، تغییر وضع زن در افغانستان مهمترین تغییر فرهنگی در این جامعه است. این کار تنها سیاسی نیست، یک کار عمیق فرهنگی است، یک کار همه جانبه ملی است و ضرورت تدبیر، تأمل و دقت میخواد. من در خدمتتان هستم که هر وقت نظریات داشته باشین و یک راه اصولی را باید به پیش گرفته باشیم تا بتانیم دستاوردهای ما دوامدار باشه. بدبختانه در گذشته دستاوردهای زنای افغان دوامدار نبود. شروع شده، پیش رفته، باز پس قطع شده. خواهش من از شما است که به حیث همکارا، به حیث شرکا، به حیث افراد ذینفع و ذیدخل طرح را بریم که دوامدار باشه. طرح را که به صورت اصولی موقف زن در جامعه افغانستان تغییر بده و از این جهت تمام نکات عمده را انشاءالله در مجلس‌های بعد میگیریم. مثل که من خدمت باز علاقات دیگه عرض کردم، از امتحان بقا انشاءالله تعالی
و قوت نیروهای امنیتی ما موفق برآمدیم. ماهای آینده میتونیم سر مسائل بنیادی تحول به صورت اساسی کار کنیم و امید است که شما تصمیم بگیرین که نوع مشوره به چی شکل انجام شود که واقعا ایتایی که گروپ هایی که مشوره میتن نمایندگی سرتاسری داشته باشه و شامل تمام اقشار زنا باشن. زن دهاتی را آواز شما کافی نمیشنه، زن فقیر ما آواز کافی نمیشنه، زن بیوه ما آواز کافی نمیشنه. ضرورت عزیز خواهر گلم که بتانیم اینا را در نظر بگیریم. ما مشکلات جدی داریم در این جامعه، باید به صورت اساسی با هم دست بدیم تا بتانیم اینا را راه حل کنیم. تمام مشکلات یک بارگی حل نمیشه، اما معیارهای بسیار واضح باید داشته باشیم که به اساس از او از نقطه شروع تا تغییر و باز تداوم از این تغییره ما شما بتانیم با هم انشاءالله تعالی انجام بدیم. یا وار بیا دا مبارک ورځ ټولو ته تبریک وایم. مننه کوم له دې نه چې داسې شخصیتونه لرو چې فضل د خدای هم منطقه کې هم ولس کې هم نړۍ کې د افغانستان له ټولو وګړو نه نمایندګي کولی شي، اما خاصتا د اکثریت د دې خاورې ښځې د دې خاورې اکثریت دي. زه خود په دې قایل یم، نه پوهېږم چې دا عیسایي مرکزي ولې نه مني. انشاءالله تعالی زر به تثبیت شي چې تاسې اکثریت یې. نو د اکثریت په مقابل کې موږ همیشه آماده یو. ورځ مو نیکمرغه، خدای مو په خیر ساته. سلام علیکم.